شرکت هواپیمایی سومون ایر سانه 8 سپتامبر سال 2022 اینک دومین هواپیمای بوینگ 737-800 را وارد دوشنبه نمود. شماره هواپیماهای خود را به 6 رسانید. هواپیما از 189 کرسی اکونوم کلاس عبارت بوده به نام قهرمان تاجیکستان نصرت الله مخصوم نامگذاری شده است. سانه 8 سپتامبر شرکت هواپیمایی در فرودگاه بین المللی دوشنبه هواپیمای بوینگ 737-800 را معرفی کرد. چاره‌بینی با اشتراک نمایندگان حکومت جمهوری تاجیکستان، کورپوس دیپلماتی مقیم تاجیکستان، هیئت بوینگ، شرکت‌های سیاحی، شریکان و واسطه اخبار عامه برگزار گردید. رهبر شرکت هواپیمایی سومون ایر عبدالقاسم ولیف ضمن سخنرانی خود قید کرد که هواپیمای گرفته شده به توسعه شبکه‌های پروازها، زیاد گردیدن شماره پروازها در خط‌سیرهای عمل کننده و راه‌اندازی خط‌سیرهای نو، همچنین بهتر نمودن صفت خدمت رسانی‌ها مساعدت خواهد کرد. سفارت امریکا در تاجیکستان نیز روز 7 سپتامبر با نشر عکس سفیر امریکا در کابینه خلبان‌های هواپیمای نو سومون ایر را با شامل نمودن دو هواپیمای بوینگ 737-800 به پارک هواپیمایی خود تبریک کرده نوشت: این هواپیماها به مردم امکانات پرواز به موضع‌های نو با راحت و اسلوب پیشنهاد می‌کند. این الکی دومین هواپیمایی است که سومون ایر روزهای آخر وارد می‌کند. شرکت هواپیمایی سانه 3 آگوست سال 2022 یک هواپیمای بوینگ 737-800 را وارد دوشنبه نمود. هواپیما نام قهرمان تاجیکستان میرزا ترسونزاده را گرفت. شرکت هواپیمایی سومون ایر از سال 2008 در بازار بین المللی انتقالات هوایی با موفقیت فعالیت نموده عضو اساسیاسیون بین المللی نقلیات هوایی می باشد. سومون ایر در حال حاضر یگانه شرکت هواپیمایی فعال تاجیکستان است. شرکت ملی هواپیمایی تاجیک ایر به دلیل مشکلات مالیویش اینک بیش از 3 سال باز پرواز انجام دادن نمیتواند.